سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: تکمیل 91 کیلومتر از نصب لوله‌گذاری پروژه تاپی در خاک افغانستان. تاکید رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان بر بازگشت مسئول به کشور. و افزایش آمار کشته‌های زلزله ونزوئلا به 900 تن. امروز شنبه ششم ماه سرطان سال 1405 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها، مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان میگوید که روند پیشرفت کارهای اساسی پروژه خط لوله‌گذاری تاپی به سرعت ادامه دارد. به گفته وی تا اکنون حدود 130 کیلومتر مسیر این پروژه هموار شده و در 91 کیلومتر آن پاپ‌های خط لوله نصب گردیده. او افزوده است که فاصله از مرز ترکمنستان تا پارک صنعتی هرات 153 کیلومتر است و مسیر خط لوله‌گذاری از همین مسیر امتداد خواهد یافت. شیخ شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در نشست خبری این کمیسیون گفت نظام اسلامی تحت رهبری یک امیر در افغانستان حاکم است و هیچ کس نمی‌تواند از وی نافرمانی کند. آقای دلاور تاکید کرده که بر اساس قانون کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان هیچ فرد حق ندارد به شخصیت‌های بازگشته مشکل خلق کند. مراسم عاشورا در ولایت‌های مختلف کشور در فضای امن برگزار شد. مراسم روز عاشورا 10 محرم الحرام در ولایت‌های مختلف کشور در فضای آرامی و اطمینان بخش برگزار شد. به گفته مسئولان، ارگان‌های امنیتی از پیش تدابیر لازم امنیتی را روی دست گرفته بودند و با همکاری مردم این مراسم بدون هیچ گونه مشکل امنیتی به پایان رسید. و در آخرین خبر، بر اساس گزارش رویترز شمار جانباختگان زلزله‌های پیهم در ونزوئلا به 920 تن و زخمی‌ها به 3360 تن رسیده است. گزارش‌ها می‌افزاید که 172 تن همچنان زیر آوار گیر مانده و 50,000 تن نیز مفقود گزارشند.